اینجا اولیو به خاندانی ساغرجی دفن کرده شدگی. امیر تیمور باید روحی پیرشون. اینو یکدیگرشون ندیدگی بلکه از امیر تیمور 400 سال پیش زندگانی کرده سالا گذاشتگی. لیکن یک چند بار خوابشون و دیده روحشون کلی گپ زده دوای فوتیشون میگیرن و همچون روحی پیر قبول میکنن. موافق فرمان امیر تیمور قسمی بالای این مقبره سال 1383 ساخته میشد و روح آباد مینامند که تا که همین پیرما روحشون آباد و شاد شود گفتگی معنای دارد. در تاریخ همین خیلی روایت است که 7 نخنوی مبارکی پیغمبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این کسب از دست به دست گذاشته، از اولاد به اولاد گذاشته، همچون هفتم اولاد هدیه کرده میشد. این از طرف امیر تیمور گم شده نرفته نشه براش میسین خودی به انداخته بالاشو نغزکک مومیو کرده دیواری طرفی مابین قبله و مانده این مقبره ساخته میشد. یعنی قشت های طرفی قبله یکی مکه طرف قشتاش طرفش رو مانده ساخته میشد. مانا برای چی این مقبره به پای راست کردی نیت های یگانه کردی میدارم تا که مردمی سمرقند این مقبره روحیلا هم مینامند. روحیلا یعنی خانه خدا یا که موی مبارک مقبره شمالی. همسر این کس جانشون با بیبی خنیفه خطای ملکش گذاشتگی 10 فرزندان این باشن زیری پایشون و 8 پسر 2 دختر زیری پای مادرشون با یعنی اویلوی مقبره ای که در سمرقند تنها همین مقبره با زنها که دی مردینه یک جا دفن کرده شدگی دیده میتونه. دیگر تاریخی آبدو با این خیلی حالت تکرار نمیشد. خوش اولیا به خاندان ساغرجی زیارت کرده ایستاده چی طور نیتهاشون اجابت شدگی پای دیوار این مقبره با شیخ‌ها ربای‌ها نوشته گذاشته. یعنی این شیخ‌ها ربای‌ها از دور ازل کدام سالها؟ سالش معلوم نه هر خیل عصرها بنوشته شدگی 800 سال 700 سال 600 سال پیش. یعنی این از ازل همین خیلی درگاه که هر یک زیارتچی هر یک اخلاصمند از فرامده از عربه ها فرامده به حق این کس قرآن تلاوت کرده نیت های نفسشون از دلشون میگذارند. یکی از همین شیخ ها با دقتتون حواله میکنم شما شناسا شده ایستادگی تاریخ با موافق می آید. با امید آمدم با این درگاه ناامیدم نکن تو یا الله. البته اینش به ترجمهش لازم نیست توجیکو البته زبان فارسی توجیکی نزدیک این با فارسی نزدیک یا؟ آنجا نزدیک. یک دری نقشینکاری که شما در آمده آمدیتون این دری اصلی به شما میره از درختی چهارمغز ساخته شده است. اعتبار دیگه طرف راستش به کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله الله یکن یگانه برای همه خلقهای دنیا پیغمبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشه اون کسا رسولشون هر یک بنده ای که همین درگاه با نیت نفس آرزوهای نفس آمده است الهی ناامید نشود یا الله گفته نوشتگی. هر یکی ما پیش از زیارت به برآمدن در کنج دلمون البته با یگان مقصد یا که با یگان نیت زیارت میبریم تا که همین اجابت شود گفتگی معنای میفهماند. این در از طرف امیر نصرالله خان همین مقبره به هدیه کرده شده است. 17 عصر امیر تیمور بایم هر یک کار پیش از سر کردگیشون یا که سفر با برآمدگیشون اینجا با اومده قرآن تلاوت خوانده بعد از آن یگان کار سر میکرده. از تاریخ ما با معلوم که یگان تا جنگ و جدل یا که یگان تا قربه یعنی وای نشده مغلوبیت به دوچار نشده که همیشه سفر کرده برمیگشته. برای همینم امیر تیمور وصیت میکند که مرا در زیر پای استادها یعنی پیرها دفن کنید تا که استاد مثل پدر بزرگ است.
برای همینم زیارتچی ها اول 100 کسی زیارت کرده بعد به مقبره میرفتگی مابین این مقبره و این مقبره بودگی مسافه حجی پیاده میکردگی یعنی شاه هستمی گدا هستمی از تخت فرمده از عروبه ها فرمده پیاده میرفتگی اینجا با او چی امیر تیمور آخر چه؟ اول استازشون بعد خودشون به زیارت میرفتگی برای همینم این کسی همین درجه حرمتشون بلند بودگی که تا که روحشون بیزاده نکنیم بیراحت نکنیم گفته حجی پیاده میکردگی دقتتون بر رحمت سوالا داشته باشید نفهمدگی جایت باشید رحمت کلام همین فهمو شد می لحجه ما توقی آمد می آه توقره ما در مکتبی میانه زبان توجیکی خوندگی ولی همینم ادبی گپ میکنم من لحجه نمیدونم لحجه شما میفهمم لیکن لحجه شما به گپ زدن نمیتونم لحجه ما دیگه لحجه لحجه نخ سمرقندی دیگر بخارکی دیگر دوشنبگی دیگر وقتی مکتب را میخونی همون ادبیات بود ادبی گپ میکنم